جک ما، مردی که از شکست‌هایش شکست نخورد، برای دانستن بیشتر با ما همراه شوید. کودکی به نام ما در یک خانواده فقیر در هانگژوی چین متولد شد. چون فقر دامنگیر این خانواده شده بود، این پسر در سنین کم مجبور به کار شد. ما در هتل به حیث همراه توریست ها کار میکرد که در آن با یک توریست دوست شد. آن شخص این پسر را جک صدا میکرد. از آن به بعد به نام جک ما در محل زندگی خیش مشهور شد. در جوانیش برای ورود به دانشگاه با مشکل برخورد. به گفته خودش به مدرسه کسب و کار هاروارد 10 بار درخواست کرد، اما هر بار رد میشد. او یک بار در شهر خودش در امتحان خبرنگاری که در آن 24 شخص اشتراک نموده بود، 23 شخص آن کامیاب شد به جز جک ما. او ناامید بود تا اینکه در سال 1994 میلادی درباره اینترنت چیزهای شنیده بود و در همین سال تصمیم به تأسیس شرکت به نام علی بابا شد که نام این شرکت را از داستان فارسی عربی به نام علی بابا و چلدست گرفته بود و فعلا یکی از بزرگترین کمپانی های جهان به شمار می رود. تشکر. برای حمایت از ما چینل یوتیوب ما را سابسکرایب، زنگوله را فشار دهید تا از ویدیوهای بعدی ما با خبر شوید.